دیگر کس گفته است السلام علیکم، من ذکر آن خدای جل جلاله میکنم در همه حالت، در راه و انسانهای شیطان صفت مرا میگویند ریا کردستی، گپهای تحقیرآمیز میزنند مرا و مرا من میکنند و شما سخنی گویید که به اینها هست. البته که ذکر کردن شب و روز، خواب و بیدار، همه وقت که باشی از ذکر خدا باید خالی نباشی. تسبیح گردانیدن در دست نبگیری بگردانی جایز است. ریا می شود گفته تسبیح پاکیزه بر هم خورده است. در یک مسجد میره 15 مسافر یا تسبیح نداره، او چیکار میکنه؟ تسبیح نمیکنه. های ریا چی ریا میشود؟ او در دست شما ناز کشیدن نمیکنه، پاپروس کشیدن نمیکنه در دست کفن. او در دست میکشه سیگارت میره و یک حرام و بدعت نمیگه، تسبیح بدعت میگن، تسبیح ریا میگن. او از سیگارت نوست او خوب نیست که الله سبحان الله گفته میگرده. در دل فایده داره، در عصب فایده داره، عصب آرام میکنه، دل آرام میکنه. وقتی که بچه ریکات او را داشته و سبحان الله گفتن میگیری، همه وقت در همه حال جایز است گرداندن میگیرین. انسانی که آدم از ذکر خدا معنی میکنه خودش گناهکار است.